برادران عزیز، حضرت علی شخصیتی بودند که در خانه و اهل و بیت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم تربیت یافتند. حضرت علی شخصیتی هستند که از کودک ها، یعنی از جوان ها، یکمین شخصیتی که به پیغمبر بزرگوار ایمان آوردند حضرت علی بودند. وقتی پیغمبر بزرگوار برای حضرت علی پیشنهاد ماندن برای ایمان آوردن، بعضی از روایت ها گفتن 9 ساله بودن. حضرت گفتن ای علی آیا ایمان نمیاری؟ حضرت علی پرسیدن، گفتن یا رسول الله من خوب درک نمی کنم با چی چیز و با کی باید ایمان بیارم؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن به همون ذاتی که خلقت کرده است و با پیغمبر فرستاده شده او. حضرت علی از بس که کودک بودن گفتن ای برادر من از پدرم اجازت بپرسم. پدرش ابو طالب بود، یعنی عمک جناب پیغمبر، پسر عمکشون بودن. گفتن از پدرم اجازت بپرسم. پیغمبر بزرگوار گفتن بگذار برای اجازت بپرس، بعد از آن یعنی که مجبورن نیست. حضرت علی میگه از در بیرون شدن، مدت ناگذشته در حال میگه دوباره گشتن در خانه داخل شدن. پیغمبر بزرگوار پرسیدن ای علی چی فکر کردی؟ آیا از پدرت اجازت نپرسیدی؟ حضرت علی جواب گفتن نه اجازت نپرسیدم، اجازت هم نمیپرسم. پیغمبر بزرگوار پرسیدن با چی خاطر اجازت نمیپرسی؟ گفتن به خاطر که او ذاتی که من خلق کرد در خلق کردن من از پدرم نپرسید، برای خلق کردن من از پدرم نپرسید، برای چی که من برای عبادت و بندگی او از پدرم بپرسم؟ حضرت میگه این جمله را جواب گفتند و کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله، کلمه شهادت گفتند و ایمان آوردند. یعنی از کودک ها یکمین شخصیتی که ایمان آوردند این حضرت علی رضی الله تعالی عنه بودند. در دور و زمانی که یعنی حضرت علی طفل بودند، نوجوان کودک بودند، در مکه مکرمه قحطی و ناداری آمده بود. بعد از آن پدرشون که ابو طالب سیر فرزند بودند، براشون زندگی خیلی دشوار و مشکل بود. بعد از آن فرزندها را یعنی در برادرها تقسیم کردند. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یعنی که در پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم افتاد، یعنی جناب پیغمبر او را قبول کردند. حضرت علی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم از سین کودکی، از سین یعنی خردسالی یعنی که به عهده خود گرفتن و تربیت کردند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم حضرت علی را بسیار دوست می داشتند. حتی در روایتی گفتند که ای علی تو از من هستی و من از تو هستم، یعنی که همچون پدر و فرزند یا اینکه همچون یک عزیز و نزدیک. خیلی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم براشون گفتن که ای علی گفتن تو از من هستی و من از تو هستم، یعنی که ما هر دی ما یک هستیم. و روز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وقتی که مدینه رفته بودن، در هجرت بین اهل انصار و مدینه عهدی برادری بستند. یعنی یکی از شخصیت های مدینه بوده را با شخصیت هایی که از مکه هجرت کردن به مدینه را رفتن، اونها را گفتن که یک کدام مدینگی با یکی از مهاجر برادر، یعنی اکا و دادر ایمانی اسلامی برادر یعنی نسبی نیو اسلامی. وقتی بینشو عهدی برادری بستند، حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه تنها ماندن. برای حضرت علی یعنی جناب پیغمبر شخصیتی را انتخاب نکردن. حضرت میگه بسیار غمگین شدن، حتی چشمهای مبارک درونهای چشمها پر از آب شد، پر از آبی دیده شد. بعد از آن گفتن یا رسول الله برای هر یک یعنی برادرهای من یک دوست و برادر از اهل انصار و مدینه اختیار کردی، برای من برادر اختیار نکردی.
پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم به سوی حضرت علی جواب گفتن انت اخی فی الدنیا والآخره. گفتن ای علی تو برادر من هستی هم در دنیا هم در آخرت. یعنی که اگرچه برای شما من از اهل مدینه انتخاب نکردم شما غمگین نباشه، هم برادر شما در دنیا هم در آخرت من هستم، هم پسر عمکشون بودن. در وصف این شخصیت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که لا يحب علیا منافق ولا یبغضه مؤمن. تن حضرت علی را یعنی دوست نمی‌داره، بد می‌بینه، فقط و فقط شخصیت منافق، انسان منافق حضرت علی را گفتن بد می‌بینه و دوست نمی‌داره حضرت علی را، یعنی دوست می‌داره و بد نمی‌بینه مگر شخصیت مؤمن. یعنی که دوست دارنده حضرت علی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم تن که کی هست؟ این مؤمن است. مؤمن حضرت علی را دوست می‌داره و منافق حضرت علی را بد می‌بینه. یعنی که جناب پیغمبر از حد زیاد دوست می‌داشتن. احساسات های بود که پیغمبر بزرگوار نسبت به این شخصیت بزرگوار میگفتن، یعنی به این یار چهارم، هم پسر عمکشون بودن. در دوام این یگانه جگرگوشه شونه حضرت فاطمه که دختر جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن، جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در عقد نکاح حضرت علی داخل کرد، یعنی حضرت علی را دادند. هم پسر عمکشون بودن هم دامادشون بودن، هم در خانه پیغمبر بزرگوار یعنی بوایه رسیده بودند، تربیت یافته بودند. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در وصف این شخصیت می فرماید که من کنت مولاه فعلی مولاه. تن هر شخصیتی را که من مولاش باشم، مولا گفته یعنی سردارش، حق در بالای او شخصیت داشتگی. ما و شما استادها را یا اینکه پیرها را مولا میگوییم، یعنی سردار، صاحب، شخصیتی که در بالای ما حق داره. جناب پیامبر گفتن که هر شخصیتی را که من مولای او باشم، در بالاش حق داشته باشم، علی هم مولای او شخصیت است. علی هم یعنی برای او شخصیت در بالاش حق داره و حقدار است. راهشون قاریه کنه بچه جون بیایه. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم بار در غزوه ها که غزوه تبوک میگفتن، یعنی بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها جنجال میشد، پیغمبر بزرگوار لشکر تشکیل کردن، لشکر آماده کردن برای غزوه. اما حضرت علی رضی الله تعالی عنه را گفتن که ای علی شما در مدینه همراهی اهل بیت ما باقی میمانه، یعنی برای نگهبانی اهل بیت، برای نگهبانی یعنی خاندان پیغمبر بزرگوار و برای نگهبانی و رهبری و راهنمایی اهل مدینه گفتن شما تا آمدن ما را در مدینه باقی میمانه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه بسیار ناراحت شدن، بسیار غمگین شدن. به سوی پیغمبر بزرگوار گفتن یا رسول الله تخلفونی فی النساء و الصبیان. تن یا رسول الله من همراهی زنها و طفلها باقی میگذاری؟ یعنی من همراهی شخصیت هایی که سست هستند، ناتوان هستند. این سخن دلالتی غیوری و یعنی به شجاعتی حضرت علی را داره. تن یا رسول الله من مردی شجاع هستم، به غیرت هستم، من مردی جنگی هستم، در تمام غزوه ها اشتراک کردم، همه صورت هر کسی که در مقابلم آمد قامت او را در خاک زدم. امروز که باشه یا رسول الله من مثل زنها و طفلها باقی میگذاری؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم یک جمله زیبا براش گفتن اما ترضى ان تكون منی بمنزلت هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی. گفتن ای علی آیا تو راضی نمیشوی که برای من مثل حضرت هارون برای حضرت موسی باشی؟ حضرت هارون یعنی جاینشین و حضرت هارون پیغمبر بودن. اکثر وقت حضرت موسی حضرت هارون یعنی در امر خودش، در کارهای خودش جاینشین میگذاشتن،
یعنی امر برای او میکردن، کارهای حضرت موسی را پیش میبردن. پیغمبر بزرگوار گفتند ای علی تو نمیخواهی که برای من مثل حضرت هارون برای حضرت موسی باشی؟ اما بعد از من دیگر نبوت نیست، دیگر پیغمبری نیست که تو همچون پیغمبر، اما تو پیش برنده کارهای من هستی. یعنی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه چنین مرحمت کردند که گفتن این علی جای نشین و پیش برنده کارهای من است. در روایت دیگر که در فتح خیبر بود، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وقتی که در خیمه نشسته بودن همراه اهل اصحاب، اون بیرقی که یعنی بیرق پیروزی و غالبیت است، حضرت گفتن که من این بیرق فردا در دست شخصیت میدیم که او را هم خدا و هم پیغمبر دوست میداره. گفتن این بیرق غالبیت، بیرق فتح در دست شخصیت میدهم که او را خدا و پیغمبر دوست میدارند. میگه تمام اهل اصحاب در هیجان آمدن، همه یعنی بی خود و در فکر افتادن که آیا شخصیتی که او را هم خدا و هم پیغمبر دوست میداره، او شخصیت کی باشه؟ میگه وقتی که سحر شد، جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیرون بر آمدن، نگاه کردن، گفتن این علی، علی در کجا هست؟ شخصیتی گفتن یا رسول الله حضرت علی چشمهاشون درد کردن، چشم درد داشتن، از خیمه بیرون نشدن. جناب پیغمبر گفتن فریاد کنه حضرت علی را. فریاد کردن حضرت علی را. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم یعنی اون فتح خیبر، بیرقی یعنی غالبیت و فتح در دست حضرت علی رضی الله تعالی عنه دادند. این حدیث هم دلالت داره که حضرت علی رضی الله تعالی عنه شخصیتی هست که ولی خدا هست، دوستدار پروردگار و دوست دارنده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. حضرت علی شخصیتی بودند که هم خدا و هم پیغمبر این شخصیت دوست می داشتند. و برای حضرت یک کنیت، یک لقب بود که او را جناب پیغمبر تنها میگه براش لقب میگرفت، ابو ترابش میگفت، فرزندی خاکالو یا اینکه پدری خاکالو. باره سبب این یعنی کنیت و لقب گیری را گفتن حضرت علی همراهی حضرت فاطمه در خانه چی کمبودی زندگی بینشون افتاد، بینشون جنجال شد. حضرت علی میگه یک شخصیت حلیم و خوبه بودن که هر کسی با اون جنجال میکرد جواب نمیگرداندن، سخنی دغل و قبیح نمیگفتن، خاموش می ایستادن، در گوشه می رفتن، کمی سر خم میکردن، خود را آرام میگرداندند. وقتی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگه سراغ حضرت علی رفتن، از دخترشون یگانه جگرگوشهشان حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پرسیدن، گفتن علی در کجا هست؟ حضرت گفتن که یا رسول الله، گفتن بین ما و علی کمی خفگی و نافهمی شد، بینمون جنجال شد. حضرت علی از خانه برآمده رفت. جناب پیغمبر میگه از خفا سراغشون برآمدن، پرسیدن شخصیت های را، گفتن یا رسول الله علی، حضرت علی داخلی مسجد شده بودن. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم آمدن که حضرت علی در بالای، در یک گوشه مسجد در بالای خاکها خواب است، یک بری تنش خاکالو شده است. جناب پیغمبر بیدار کردن، دیدن که بدن مبارک خاکالو هست. گفتن قوم یا ابا تراب، بخیز. گفتن قائم شو، بخیز ای فرزندی خاکالو، ای پسری خاکالو، ای بچه خاکالو، بخیز. و پیغمبر بزرگوار میگه با دستای مبارکشون بری بدن، بری تنه حضرت علی پاکیزه کردن. حضرت علی میگه این لقب بسیار برای خودشون دوست می داشتن، چون که جناب پیغمبر لقبشون گذاشته بودن که ای بچه خاکالو. این لقب برای خودشون بسیار دوست می داشتن. غیرتی که حضرت علی داشتن، فقط اینجا من یک حالت خیلی حساس و خطرناک مثال بیارم. وقتی که پیغمبر بزرگوار قصد هجرت کردن از جانب خداوند، براش امر شد که ای محمد صلی الله علیه وسلم باید که از مکه بیرون شوی، چون که اون بدبخت های مشرک ها نقشه کشیدن، 12 نفر سردارهای قبیله جمع زدن، گفتن این شب باید ما محمد بکشیم، باید کارش یسره کنیم، ای از بیگان را از راهش نگشت. جناب پیغمبر دبالین بودن، یعنی شب بود
که خداوند حضرت جبرائیل امر کرد، گفت برو حبیب ما بگو که از مکه بیرون شود که این بدبختا قصد کشتنش دارن. وقتی که حضرت جبرائیل برای پیغمبر بزرگوار دستور هجرت داد، یگانه میگه پیغمبر بزرگوار حضرت علی فریاد کردن. جناب پیغمبر بسیار میگه شخصیتی یعنی به فهم بودن، به فکر بودن، حکیم بودن، به حکمت بودن. حضرت علی فریاد کردن، گفتن یا علی به چند سبب تو باید در جای من بیستی. یعنی اون بالین یک پیغمبر، جاگهی که جناب پیغمبر خواب است، گفتن حضرت علی را که ای علی، گفتن در این جای من خواب می روی و این جامعه که من در بالام بار میکنم در بالات بار میکنی. به چی خاطر؟ به خاطر که هر وقتی که یعنی مشرکین از اون مهری و تریزه نگاه کردن میبینن که در جای جناب پیغمبر شخصیت خواب است، دل اونها آرام میگیره. مشرک های عرب میگه یک عادت داشتن که برای خودشون شب کشتن ناجوانمردی، نامردی میدانستن. گفتن تا سحر میستیم، صبح کی دمید می درای محمد یعنی کارش یک سره میکنیم صلی الله علیه وسلم. قصه کوتاه پیغمبر بزرگوار حضرت علی دعوت کردن، گفتن یکم یعنی شرط برای ایستادن این که در جای من خواب میره دل اینها آرام بگیره تا اینکه ما از مکه چقدر دور شویم، جدا شویم. دویم شرط ایستادن تو همین است که در این گوشه خانه من این مالها از این مشرک ها باقی امانت هستند من. ببینه برادر است که جناب پیغمبر بد میدیدن، دشمن میدانستن، اما از روی باوری بودن یعنی امین بودنش مالهاشون در جناب پیغمبر امانت میگذاشتن. میفتن ای محمد صلی الله علیه وسلم ما دیگر انسانی باوری نداریم، مالهای ما در نزد تو امانت بمانه. جناب پیغمبر با سوی حضرت علی گفتن که ای علی اینش مال فلانی است، اینش مال فلانی است، اینش مال فلانی است. بعد از رفتن من اینها را در صاحبهاشون میرسونی. حضرت علی در اون بستر خواب رفتن. جناب پیغمبر قصه کوتاه بر آمدن حضرت ابوبکر گرفتن به غار ثوره که از یعنی بگیم خانه به غار ثوره حاجی ها میگن تقریبا 5 کیلومتر است، خیلی دور است. خیلی رفتن. این لحظه بدبخت شیطان لعین میگه خدا به صورت انسان کرد، اومد اینها را هر کدومش از کتفشون لرزان، گفت بخیزه سید شما از دام تو رفت. او شخصیتی که در قصدش بوده برآمده رفت. میگه اینها وقتی درها را از اون مهری نگاه کردن دیدن که در جای جناب پیغمبر خواب است، بیشترش شخصیتی خواب است. حتی راوی میگه که ابو جهل یک یعنی چپلاق زد شیطانه، گفت بدبخت ما را فریب میکنی، محمد خواب است در جاش. بعد میگه گفت سرهاتون بخپیه. جناب پیغمبر وقتی از خانه بیرون شد میگه دست مبارکش کمی خاک گرفت. حضرت جبرائیل فرمیده بودش آیتی که یکم مبینی سوره یاسین است، و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. این آیت تلاوت کرد، میگه در اون خاک شوف کرد، در سرهای اون کافرها کمی ریخت. وقتی میگه سرها را قپیدن همه سرها خاک آلود است. بعد شیطان گفت وای به حال شما، گفت محمد شما را گفت که خاک در سرتون برآمده رفت. قصه کوتاه زدن در آمدن که دیدن در جای جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم که از حضرت علی است. این یکی از شجاعت و غیرت حضرت علی بود. این خوابی خیلی خطرناک بود در جای جناب پیغمبر. شاید به اختیار می در آمدن و حضرت علی هم نگاه نکرده می کشتن. این یکی از غیرت، یکی از جان فدایی حضرت علی رضی الله تعالی عنه بود که در بستری که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم خواب کرد. قصه کوتاه در تمام غزوه هایی که در حالت نازکی و مشقت و دشواری که در بالای مسلمان ها میگذشت حضرت علی در او اشتراک کرده بود، غیر از غزوه تبوک. در تمام غزوه ها حضرت پیشرفت بود. هر شخصیتی که در مقابل حضرت استادگری میکرد قامت او را در خاک میزد، قامت او را میشکست. چقدر حضرت به غیرت بودند، چقدر حضرت شجاع بودند، چقدر دلی یعنی ناترس و بی‌ترس داشتند. حیات عمر همراهی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم و پیغمبر بزرگوار او را دوست می داشتند. همچون امین، همچون جاینشین جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودند. و حضرت بعد از گذشتن حضرت عثمان در زمان کم اختلافات گذشته بود، جای گفتار اونها نیست. حضرت خلیفه شدند، دوام 4 سال خلافت کردند، 4.5 سال خلافت کردند. بعد از آن از نقشه این دشمن ها حضرت هم در راه خدا روز از خانه طهارت کردن، نمازی بامداد می آمدن
در راه کشته شدند. یعنی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم در راه یعنی خدا، در راه دین خدا کشته شدند. یعنی تا آخرین لحظه حیاتشون حضرت در اسلام و در دین اسلام خدمت کردند. خدمت های زیاده کردند حضرت در دین اسلام. اکنون اینجا فقط یک چیزی را من مثال میارم. از جناب پیغمبر از نسل فرزندای پسرش در دنیا یعنی ذریه باقی نمانده است. یگانه از نسل دخترش که فاطمه هست و از نسل حضرت علی که از یعنی سلسله حضرت امام حسن و امام حسین و یعنی زین العابدین و این چنین امام جعفر چنین آمدگی، یگانه سیدزاده هایی که امروز در دنیا باقی مانده است یعنی از اولاد پیغمبر باقی مانده هستند، اینها از ذریه کی هستند؟ از ذریه حضرت علی رضی الله تعالی عنه هستند. ما و شما باید که این سیدزاده هایی که در بین ما هستند به خاطر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله اینها را دوست بداریم و احترام کنیم. یک قصه را کوتاه من نقل میکنم. حضرت شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه یک قصه آورده است. میفرمایند که در یک زمان یکی از انسانهای صالح بود که خود سیدزاده بود، همسرش هم سیدزاده بود یعنی اولاد جناب پیغمبر بود. این شخصیت خودش وفات کرد، همسرش همراهی 3 طفل یتیم میگه باقی ماندند. زمان قحطی آمد. این شخصیت میگه این زنی که بگیم اکو همراهی بیوزن مان، همراهی طفلهای یتیمش، نزد امیر شهرش رفت. از او بسیار التماس کرد، گفت من یک زنی تنها هستم، شوهرم وفات کرده است، من یاردم که دستگیری کن. حتی میگه به حالت رسید گفت من سیدزاده هستم، من اولاد جناب پیغمبر هستم. این امیر که از بعض امیرها و سردارهای منافق صورت و خیانتکار بود باور نکرد. و سوی این زن گفت که اگر تو سیدزاده باشی که حجت و دلیل تبیار که یگان شجرت نامه یگان یعنی عهدنامه داری که تو در اصل اولاد پیغمبر هستی. قصه کوتاه هرچند گفت این شخصیت میگه قبولش نکرد، چیزی براش هم نداد. این زن ناامید از او خانه برآمد. این امیره یعنی این سردار و رئیس جاینشینش میگه یک شخصیت مجوسی آتش پرست بود. علاج نیافت. این زن میگه نزد خانه اون مجوسی رفت یعنی جاینشین این امیر، نزد خانه وی رفت. از او بسیار التماس و زاره کرد. گفت من بیوزن هستم، 3 طفل یتیم دارم. بعد از اون نامبر کرد، گفت من اولاد پیغمبر هستم، سیدزاده هستم. این شخصیت مجوسی وقتی فهمید که سیدزاده، میگه بسیار به خوبی پیشوازش گرفت، احترامش کرد، در خانهش مخصوص براش جا کرد، لباسه و سر بدنشون علش کرد و خوراکه های خوب براشون داد. این روز از بین گذشت، شب شد. این امیر میگه بعد از کارش به خانهش رفت. وقتی خواب رفت، در خواب میگه صحرای قیامت در خواب دید. خواب دید که در صحرای قیامت است، خداوند جنت براش نمایان کرده است، در نزد یک قصر جنت ایستاده است، خیلی قصر عالی هست و جناب پیغمبرم در نزدش ایستاده است. این امیر شخصیت میپرسه، میگه یا رسول الله این قصر زیبای قدر قصر عالی قصر کی هست؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه این قصر از یک امتهای من است، از یک مسلمانهای امت من است. این امیر میگه که یا رسول الله، میگه از یک یعنی مسلمانهای امتت باشه، منم مسلمان امتی ته هستم، همین قصر برای من ببخش. میگه جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله میگرده به سوش میگه که ای امیر، میگه در این دعوات حجت و دلیل داری؟ چی نوعی که دین روز فرزندی من دلیل پرسیدی که تو سیدزاده باشی دلیل داری؟ چی نوعی که دین روز فرزندی من از در خانه ناامید کردی، رایی کردی، گفت سیدزاده ام قبولش نکردی؟ چی نوعی که از فرزندی من از اولاد من دلیل پرسیدی؟ آیا تو هم دلیل داری که مسلمان هستی؟ این شخصیت میگه یک تکان خورد، از خواب بیدار شد، سر و بدنش وجودش عرق کردگی وجود میلرزه، از خانه بیرون شد. در حال میگه خدمتگارها را پرسید شب است، گفت همون زنی که نزد من آمد در کجا هست؟ در حال جستجو کردن، گفتن در خانه فلانی جاینشین شما مجوسی است، آتش پرست. میگه شخصیت در حال خود میگه دوان آمد به پس در خانه را زد. این جاینشین امیر بر آمد از پیش راهش و حضرت مرحمت بفرمایه،
بسیار التماس کرد، گو همون مهمان ها تا برای من بوده، همون مهمان ها را بوده که من برم در خانم عزت کنم، قدردانی کنم که چه مهمان های بزرگ بودن من به قدرشون نرسیدم. این مجوسی گفت که حضرت هرگز من این مهمان ها ما برای تو نمیتیم. گو با چی خاطر؟ گو به خاطره که همون لحظه که جناب پیغمبر شما را جواب داد و قصر نداد، همون لحظه جناب پیغمبر من فریاد کرد قصر برای من بخشید. همون خوابی که تو دیدی او خواب منم دیدم، از خوابم بیدار شدم، آمدم لبی دامن این زن گرفتم و کلمه شهادت گفتم، ایمان آوردم. همون لحظه که جناب پیغمبر شما را جواب داد و قبول نکرد، همون لحظه جناب پیغمبر من دعوت کرد و قصر برای من بخشید. هرگز گفت این مهمان ها ما برای شما نمیدیم. یعنی که ما و شما هم باشیم برادرای عزیز بزرگوار، سیدزاده هایی که در بین ما سلسله اولاد پیغمبر مانده اند، صالح ها و خوب هاش به خاطر خدا دوست بداریم، احترام کنیم، قدردانی کنیم. حتی روایت میکنن وقتی که حضرت امام حسین چقدر ظالمانه و بیرحمانه کشتن، یکی از یهودی ها میگه دید که در سر یک نیزه سر یک جوان زیبا زدگی میبرند. پرسید گو این سر کی هست؟ گفتن سر امام حسین. گو امام حسینش کی هست؟ گفتن نبیره جناب پیغمبر، فرزند حضرت علی. میگه سرش خپید، گو وای به حال شما. گو از حضرت موسی یک نعل خر مانده است، ما هر سال میریم را بوسه میکنیم، در دیده هامو میشکیم. نخواه که شما با اولاد پیغمبر تو چنین معامله کنی، نخواه که شما با اولاد پیغمبر تو چنین مناسبت کنی. و همین خاطر برادرای عزیز بزرگوار، ما اولاد پیغمبر بزرگوارمون دوست بداریم، تمام چاریارها را دوست بداریم، تمام اصحاب بزرگوار را دوست بداریم.